خب، فال قهوه کامل رو داریم بچه ها برای فال قهوه‌ای که برای از این پنجشنبه تا پنجشنبه دیگه ممکنه براتون اتفاق بیفته. انرژی مثبت بفرستین، این پست رو لایک کنید، برای 3 نفر از دوستانتون شیر کنید و عدد 777 رو کامنت کنید تا انرژی این فال برای شما هم به جریان بیفته. بچه اولین چیزی که اینجا توی این قهوه داره به من نشون میده اینه که بین شما و پارتنرتون یا حالا شریک احساسیتون یک قهر، یک سوء تفاهم به وجود اومده. دلخوری هر دوتون رو از هم دیگه دارم میبینم و اینکه منتظر معذرت خواهی طرف احساسیتون هستین. چیزی که اینجا داره به من نشون میده اینه که طرف احساسیتون دلتنگ شماست، نگران، اضطراب داره، ترس این رو داره که نکنه دوباره باهاش آشتی نکنید یا این قهر و سوء تفاهم بینتون باعث طولانی شدن حالا دیدار بینتون بشه و اینکه فاصله احساسی بینتون به وجود بیاره. احتمال زیاد بحث یک پولی این وسط هست. حالا ممکنه که طرف احساسیتون یکم نگرانی مالی داشته باشه، خودت نگرانی مالی داشته باشی. بچه این مورد روی این نگرانی های مالی که دارین بهتون حق میدم حالا به خاطر شرایط، ولی چیزی که هست نباید بذارین این نگرانی های مالی روی رابطه هاتون اثر بذاره. چیزی که اینجا داره به من نشون میده اینه که پولی که منتظرش هستین تا 3 وعده دیگه به دستتون میرسه و اگر به طرف احساسیتون شک دارین، دلخورین ازش یا ازش کم توجهی دیدین، میتونم بگم که این کم توجهی با یه کادو یا یه شاخه گل، حالا شایدم یه دسته گل از سمت این آقا براتون جبران میشه و از دلتون در میاد. اینجا چیزی که داره به من نشون میده میتونه حالا بحث و دلخوری هایی باشه که بین شما باز میتونه ادامه دار باشه. بچه خیلی به این بحث و دلخوری ها دامن نزنید. اگر تحمل قهر، کات و جدایی رو ندارید واقعا پیگیر این چیزها نباشید. چیز دیگه ای که داره نشون میده اینه که برای اونایی که سینگلن و توی رابطه نیستن، دارم اینجا آقایی رو میبینم که میتونه قد بلندی داشته باشه، بدن ورزیده ورزشکاری، توی حروف اسمش یا فامیلش میتونه حرف عین رو داشته باشه. این آقا رو دارم میبینم که تا 4 وعده دیگه به سمتتون بیاد، بهتون پیام بده. احتمال خیلی زیاد این دیدارها و این تماسها مجازی نیست، کسیه که شما توی دنیای واقعی این آقا رو میبینید و میشناسید و باهاش ارتباط میگیرید. شخصی از گذشته‌تون رو دارم میبینم که همچنان بهتون چشم داره، همچنان چکتون میکنه، منتظرتونه. کسیه که میتونه توی اسمش یا فامیلش حرف سین یا عین رو داشته باشه. بچه ها یکم حالت بی‌حوصلگی براتون هست، یکم نگرانی هایی براتون دارم میبینم. حتی این نگرانی ها ممکنه که به مشکل شما توی خانواده هم حالا مربوط باشه. اختلافایی بین شما و مامانتون وجود داره. به هر حال خیلی نگران نباشین، این مسئله ها حل میشه. یکم حالت سنگین بودن رو دارم توی کاراتون میبینم که به سختی بعضی کارها پیش میره. خیلی شک و دودلی میاد سمتتون سر موضوع این که نکنه حالا نفر سومی توی رابطه براتون به وجود اومده باشه. فعلا من نفر سومی نمیبینم، خیالتون راحت باشه. برای اونهایی که کات بودن بازگشت و معذرت خواهی و حتی یک کادو رو دارم میبینم. برای سینگل ها آدمی که توی رابطه میاد پیشنهاد میده و دیگه خب حالا بستگی به خودتون داره که بخواید قبول بکنید یا نه. و برای متأهل ها بچه چیزی که من اینجا دارم میبینم اینه که اگر یک راه و مسیر سندی قانونی برای جابجایی خونه یا خرید خونه یا خرید ملک براتون منتظرش هستین که اتفاق بیفته، این راه و مسیر رو تا 3 وعده نزدیک براتون دارم میبینم. یه جشن، یه مهمونی، یه دور همی خانوادگی رو اینجا داره به من نشون میده که خب شما یکم هم اضطراب و استرس دارید به خاطر این مهمونیه. یه ذره توی موقعیت کاریتون اینگار بحث و نگرانی براتون هست. خیلی نگران نباشید. عزیزانی که متأهل هستن و منتظر ارتقای شغل هستن، من ارتقای شغل رو دارم براتون میبینم. میتونه که براتون
این ارتقای شغل با درآمد بیشتر همراه باشه. یکم حالت چشم و نظر و سنگینی رو کف فنجونتون داره به من نشون میده. میتونید براش پاکسازی انجام بدید، شم تراپی انجام بدید و یا حتی پاکسازی قرآنی